بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. ضمن عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که در این همایش حضور دارند و خصوصا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت برادر عزیز من جناب دکتر حسین زاده، دکتر عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس جمهور که قدم رنجه فرمودند و به این استان تشریف آوردند. من فقط میخواهم خدمت شما اول سلام حضرت شیخ الاسلام حفظه الله را برسانم، چون وقتی آمدم به نوعی هماهنگی کردم و در این جلسه شرکت کردم. خدمت شما سلام داشتند و دعای توفیق که بتوانید انشاءالله العزیز برای این مردم کشور ایران، بالخصوص مردم استان سیستان و بلوچستان، خدمت شایانی انشاءالله العزیز انجام بدهید. خدا میداند آن روزی که شما به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شدید، مردم ما خوشحال شدند و به خودشون بالیدند. دیر وقتی بود که در انتظار بودیم که از فرزندان اهل سنت در مناصب استفاده بشود و من خودم بارها در انتخابات مردم رو تشویق کردم به این که در انتخابات شرکت بکنم. نماینده مولانا بودم که مردم رو تشویق کردم که در انتخابات شرکت بکنم، اما در هیچ حکومتی نتوانستیم و نشد که از ظرفیت اهل سنت استفاده بشه که شد. الان اعتماد شد به اهل سنت، استاندار بومی گذاشتن و امروز همه الحمدلله فضل الله هست که خوشنام هستند فرزندان اهل سنت، چه سیستانی چه بلوچ فرق نمیکنه. من میگم اهل سنت یه وقتی سوی تفاهم نبشه ولی کل استان به خودمون میبالیم که استانداری مانند مهندس بیجار به این استان هدیه از طرف دکتر پزشکیان بودین و این برای ما جای خوشحالی بود. ما جناب معاون رئیس جمهور جناب حسین زاده، اینجا یه مشکلی در استان پیش آمد به نام جمعه خونین و یه حادثه بزرگی بود که یه سری شکافی ایجاد کرد، ولی الحمدلله استاندار و معاونینش توانستن مدیریت بکنن و جمعش بکنن. این جای لطف الله عزوجل هست. اما چند کلمه خدمت شما عرض بکنم. اهل سنت که ما میگیم اهل سنت خواهان اتحاد تمام مسلمانان جهان رو همیشه یدک میکشه و ما خدا میداند که همیشه این رو در تفکر ما هست که وقتی ما میگوییم به فکر ما این میرسد که تمام مسلمان ها یه روزی در دنیا متحد و متفق باشند. لذا عداوت رو یا جنگ را یا جدال را یا تفرقه بین مذاهب اسلامی برای ما قابل تحمل نیست. مسجد مکی و تفکر حضرت شیخ الاسلام و تفکر رهبر بزرگ اهل سنت حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله همیشه تفکرش بر اتحاد و اتفاق بوده، الان هم بر اتحاد و اتفاق هست و بر عدالت و بر میان روی اساس بنیاد مسجد مکی گذاشته شده و الان هم اساسش بر همین است و غیر از این نیست. لذا در این موقعی که شما حضرت علی در این استان آمده اید کاملا وحدت هست و همه مردم شیعه و سنی کنار همدیگر قرار گرفته‌اند و استانداری را که در خدمتشون هستیم معاونینشون هم شیعه و هم سنی، هم زابلی و هم بلوچ و هم شهرستانی، همه کنارشون مثل برادروارانه دارن خدمت برای این استان میکنن. این جای شکر الله عزوجل. به هر حال از مسئولین عالی نظام و دولت مردان کشور یه انتظاری داریم و داشته ایم همه مردم ما که از مردم عزیز ما که چه شیعه چه سنیه از این ظرفیت‌های تحصیل کردگان و نخبگان ما در پست‌های کلان کشوری در عرصه ملی و بین المللی استفاده بشه و ما تشکر داریم. یعنی
از جناب پزشکیان که در حکومت قبلی هم سفیر داشتیم و الان هم یه سفیری جناب آقای رحیمی رو در بنگلادش گذاشتن. این مایه افتخار ما هست و ما خود من را از برادران اهل تشیع ایران جدا نمیدانیم. حکومت مذهبی است در رأس و ما خودمون را هم از همون قشر و از همون طایفه میدانیم. جامعه اهل سنت فراتر از قانون هیچی آقای معاون رئیس جمهور از شما نمیخواهد، از آقای پزشکیان ما هیچی فراتر نمیخواهیم. جامعه اهل سنت خواهان عزت، جامعه اهل سنت خواهان حرمت و جامعه اهل سنت خواهان اینه که به برادران اهل سنت ما عزت گذاشته بشه، حرمت گذاشته بشه. به این خواهرانی که اینجا نشستن به اینا حرمت گذاشته بشه و در مناسب از این خواهران استفاده بشه. این در این نیست که ما خدای نکرده پیش مردم یا پیش اینها، نه، این سیاست حضرت شیخ الاسلام همینه و ما از استاندار عزیزمون هم تشکر و قدردانی میکنیم. علما اینجا نشستن، معتمدین، اعضای شورا، نمایندگان اینجا سفید ریشان نشستن و همه یه چیزی را از شما میخواهیم، همین که حضرت علی رو به عنوان معاون آقای پزشکیان به عنوان معاون انتخاب کردن. ما از آقای پزشکیان تشکر میکنیم. واقعا فرزندی صالح که حضرت علی باشن و فرزندی صالح که استاندار عزیز ما باشن، این هدیه‌ای بود برای مردم اهل سنت ایران. این عزیزانی هم که اینجا نشسته‌اند به پاس احترام حضرت علی و استاندار و این مجموعه‌ای که خدمت کردند اینجا آمدند. به امید این که انشاءالله العزیز بتوانید خدمتی جانانه برای این مردم انجام بدید. اما یه چیزی را که استاندار هدیه دادند به استان و شاید شکافی بود، ولی استاندار توانستند این را مدیریت بکنند با معاونین خودش. همین جمعه خونین بود، صلح شد، آشتی شد و ما امروز در جلسات خدمت شما هستیم. دیر وقتی بود که ما نمی آمدیم، ولی امروز ما به پاس احترام حضرت علی آمدیم برای شما دعا میکنیم. الله عزوجل شما را و دولت آقای پزشکیان را الله عزوجل این خدماتی را که انجام میدهد انشاءالله العزیز این خدماتش را خداوند عزوجل به قبول بفرماید. و یه پیغامی حضرت شیخ دادن، من میگم ما تشنه احترام هستیم، ما تشنه احترامی و رفع تبعیض هستیم، هم تشنه احترام و هم رفع تبعیض هستیم. و از آمدن استاندار بومی بلوچ اهل سنت در استان و گفتند حضرت علی که در این منصب معاونت ریاست جمهوری هستید، از دکتر پزشکیان تشکر میکنیم. الله عزوجل به همه دوستانی که اینجا نشسته‌اند توفیق خدمت بدهد و به حضرت علی که به این استان آمده اید الله عزوجل به برکت قدوم مبارک شما این استان را انشاءالله العزیز از این محرومیت بیرون بیاورد. از اینکه مصدق اوقات شما شدم معذرت میخواهم و آخر دعوانا الحمدلله.